اولا اگر نگاه کنیم پیامبر صلی الله علیه و سلم بعد از بامداد خوب نمی‌کردند و در مسجد حتی همراه صحابه ها صحبت میکردن درباره جاهلیت و بعضی کارهای شد که در این باره حدیث صحیح هست و این چنین حدیث پیامبر است که بورک فی امتی فی سحورهم، و به امتان من برکت داده شده است در سحرخیزی و در بر وقت بیدار شوی آنها. عموما بعد از بامداد خواب نکردن برکت است. حتی آثار عبدالله ابن عباس است که به فرزندشان میگویند تو چگونه خواب میکنی بعد از بامداد، در حالی که وقت تقسیمات رزق است. وقت تقسیمات رزق است و نباید در این وقت خواب کنی، که ابن حجر هم در کتابشان این را آوردگی هستند که پس از بامداد خواب کردن مانع رزق می شود، یعنی سبب کمشوی رزق می شود. و بعد از بامداد خواب نکردن هم برکت دارد، هم به سلامتی فایده دارد و خیلی زیاد بیماری هایی هست که آفتابی سحری به آن شفا هست، علل خصوص کشورهایی که آفتابی هستند مثلا. و عموما هر کسی که بعد از بامداد خواب نمی کند و کارش با برکت می شود، به زندگیش دستش می رسد، خوب است. و پیامبر هم بعد از بامداد خواب نکرده بودند. بعد از عصر هم خواب بعد از عصر هم اگرچه در بارش حدیث نیست، اما خیلی زیاد روایت ها از صحابه و از تابعین است و بعضی از علمایی که هم عالم بودن هم طبیب بودن، مثل مثلا مقدسی و یا گفتیم ابن قیم جوزی و اینها. این علما میگویند خواب بعد از عصر خیلی به عقل انسان ضرر دارد. خواب بعد از بامداد هم به عقل انسان ضرر دارد، اما همون گونه که بعد از عصر هست این گونه نه. یعنی خواب بعد از عصر هم انسان را تنبل میکند، هم انسان غم آلوده بیدار می شود، هم به عقلش ضرر دارد. حتی میگن هم به چهره و هم به پوستش ضرر دارد، هم به چهره و هم به پوستش ضرر دارد. برای همین عزیزان از جهت طب نگاه کنیم، بعد از بامداد و بعد از عصر اصلا خواب کردن درست نیست، اما حرام نیست، اما این چیز گناهی کبیره نیست. درباره خواب روز یگانه قیلوله آمده است که پیامبر هم یعنی بعد از آفتاب کلا برآمدن خواب میکردن و دربارهش آثار حضرت علی هم هست که میگویند خواب قیلوله یعنی خواب نصف روزی یا بعد از آفتاب برآمدن به عقل فایده دارد و خواب بعد از بامداد به عقل ضرر دارد. همین گونه آثارها از صحابه ها زیاد است. برای همین اگر یک بعد از بامداد به خاطر اینکه شب خواب نکردید یا کار شما شبانه هست یا شبها خیلی کوتاه هستند در تابستان خواب کردید، و این گناهگار نمیشوید، و این شما گناهگار نمیشوید، فقط روزتان بی برکت می شود. بهترینش این است که شما بعد از آفتاب برآمدن خواب کنید، بعد از آفتاب کل برآمدن یا اینکه بعد از نصف روزی خواب کنید، که این را قیلوله میگن که سنت هم هست و خیلی به سلامتی آدم هم فایده دارد. حتی 15 دقیقه باشد هم به سلامتی انسان، به عقل انسان خیلی فایده دارد. اما هم خواب بعد از هم خواب بعد از بامداد چه خیلی گفتم هم تنبلی ایجاد میکند، هم به سلامتی از جهت طب ضرر دارد، هم اقوال صحابه های زیاد است، تابعین زیاد است که این فرزندان خود را منع میکردند که در بعد از عصر دیگر وقتی برآمدن اعمال به طرف پروردگار است، بعد از بامداد باشد وقتی تقسیمات رزق است و وقتی از پی زندگی شدن هست، با خواب و غفلت این را نگذرانند.